تحقیقاتی که وابستگی بزرگسالان را مستند می‌ساختند، درست قبل از مرگ بالبی آغاز شدند. فیل شیور و سیندی هازان، روانشناسان اجتماعی که آن موقع در دانشگاه دنور بودند، تصمیم گرفتند از زوجها سوالاتی درباره روابط عاشقانه‌شان بپرسند تا ببینند که آیا همان واکنش‌ها و الگوهای مادرها و بچه‌ها را از خود بروز می‌دهند یا نه. آنها یک آزمون عشقی نوشتند که در اخبار راکی مانتین به شکل محلی منتشر شد. بزرگسالان در جوابهایشان از نیاز به نزدیکی احساسی از سوی شریک زندگیشان حرف زدند و اینکه وقتی ناراحت هستند اطمینان خاطر می‌خواهند که شریک زندگیشان واکنش نشان می‌دهد و وقتی احساس استیصال و فاصله از عزیزانشان دارند آشفته می‌شوند. و وقتی می‌دانند فرد مورد علاقهشان در کشف دنیا پشتشان است، اعتماد به نفس بیشتری پیدا می‌کنند. آنها به شیوه‌های متفاوت برخورد با شرکای زندگیشان هم اشاره کردند. وقتی به شریک زندگیشان اعتماد داشتند می‌توانستند به سادگی بروند سراغش و ارتباط برقرار کنند، اما وقتی احساس ناامنی داشتند مضطرب، عصبی و کنترلگر می‌شدند. یا از ارتباط با یکدیگر خودداری کرده و فاصلهشان را از هم حفظ می‌کردند. درست همان